آل دیگه ای برنامه حکومت داوود و سلیمان علیه السلام است. و قال هر دو گفتن الحمدلله، کل صفتای کمال مخصوص الله متعال است. این کمال ذاتی ایمان است، مهارت ایمان است. دادی کیست؟ اگر مال داری، علم داری، جمال داری، قوت داری، اولاد داری، منصب داری، مرتبه داری، ایرا عاجزی به الله بگو که الله داده. الذی و ذاتی که فضلنا ما را برتری داده علی کثیر من عبادی. چقدر تواضع میکنه در او زمان. هیچ کسی از داوود و سلیمان علیه السلام برتر نبود، لیکن او از تواضع کار میگیره. اینطور میگه که ما از کلگی برتر نیستیم، از ما کده برتر پیدا میشه. ما را برتری داده علی کثیر من عباده المؤمنین، بالای بسیاری از بنده های خود که و مؤمن است. کمال تواضع را در کار میگیره. ما و شما همیشه در ما تحت خود نظر میکنیم، ما فوق خود نظر نکنی. کسی که مال و دارایی از تو زیاد داره، جمال خوب داره، قوت زیاد داره، منصب و مرتبه زیاد داره، به او سی نکو، با ما تحت سی بکو و بعد از او بگو الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاه به و فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کسی را در مصیبت تکلیف میبینی، کور است، لنگ است، کر است، سوال میکنه، گداگر است، حالاتش خراب است، باید آلی تو بگوی الحمدلله الذی، به خاطر که احساس شکر در وجودت پیدا شود. مردمی ما بالا رسای میکنه، میگه چرا برم داده نشده. تو خبر نداری که داده شود تو بدبخت میشی، باز زمین اسای نمیکنی. اما مردمایی که تا دین روز مرکب نداشتن آلی بگه لنجرا را میگردانه، چی میکنه؟ قریب است. سرکی که راستش اسور اعلام میکنه، از چی میاد؟ از سرک به دست میاد. او این قدر آران سرت میکنه که تو گویی بگوی فقط کدام تعمیر همینجا در گرفته، مردم یک درو میسوزه، این قدر ورقت هست تا این اندازه را ها یهوش میاد. شب مردم همسایا بری از پرسان کنه، کسایی که دیرمی منزلت هستن پرسان کنه که خو داره یا نداره. خو نداره. او گنیز پیشو که میایی تو رارن قوی میکنه که دلتا میکفانه. این گپا پیش از او مطرح نیسته که ما آزار اذیت به مردم نرسه. آزار اذیت به مردم نرسیدن بسیار دور است. چند موضوع در اینجا مطرح است. اول موضوع داستان داوود و سلیمان علیه السلام با داستانای این انبیای سابقه تفاوت داره. از همون خاطر او را علیحده ذکر کرده، این را علیحده ذکر کرده. چرا داوود و سلیمان علیه السلام دو پیغمبری است که با مخالفت روبرو نشده، بلکه الله متعال تمام کسایی که در امتش قرار داره زیر فرمانش تابع ساخته، هیچ نوع مخالفت در موردش نیسته. یک. دوم این پیغمبرانی است که الله متعال در پالی نبوت حکومت هم الله برش نصیب کرده. پیغمبرانی است که شکر گزاری نعمت الله را کرده، درس داده برای مردم که الله برشان حکومت داری هم داده، نعمتهای فراوان هم داده، لیکن اینطور نشده که خود باخته باشه، نعوذ بالله متکبر شده باشه، مغرور شده باشه، از جاده حق برآمده باشه. نعمتهای الله را شکر گزاری کرده، از حکمت خود یقینا استفاده درست کرده. از او خاطر این دو انبیا علیهم السلام داستانش علیحده ذکر کرده. دوم نکته که در این مورد بر ما بیان میشه، الله میگه ما داده بودیم به داوود و سلیمان علیه السلام علم، حکمت هم داده بود، علم هم داده بود. اشاره میکنه که علم اساس و زیربنای یک جامعه انسانی است، اساس و زیربنای یک حکومت اسلامی است که پایه هایش به عدالت استوار باشد، تطبیق کنه تمام قوانین خود. تا که علم نباشه نمیشه. از همون خاطر هر کسی که حکومت تجربه میکنه باید وسایلی که برای یک حکومت بکار است کدام است؟ اول قدرت نظامی و تسلط قوی باید داشته باشی، مثل که سلیمان و داود علیه السلام داشت. دوم مردمای دستگاهی خوب، مردم اطلاعاتی داشته باشی. سلیمان علیه السلام مردمای اطلاعاتی داشت، از هر طرف برش احوال و خبر می آورد. دستگاه اطلاعاتیش خیلی قوی بود. هدهد بیبی که از کجا تا کجا را حالاتی چی پادشاهی صبر بری کی میاره؟ سلیمان علیه السلام. حکومت که دستگاه اطلاعاتی نداشت رو به سقوط است. از حالات مردم آگاهی داشته باشه، از حرکت‌های دشمن بالکل آگاهی داشته باشه، در کجا حرکت دشمن است، چه قسم است و چه قسم خنثی میشه. بله، مردمای دلسوز داشته باشه در گوشه و کنار که حالت برش
پیش آورده بتانه. راز کامیابی حکومت‌های اسلامی همی بود که معلومات داشت در اون زمان خودشان خود میگشتن که کجا نارامی است، در کجا شکایت است. همه را در اون داستانایش نمیخوانی که چی رقم معلومات و چیست معلومات دقیق داشت. دو، سوم چیزی که دستگاه حکومت خوب پایدار میسازه، استحکام میبخشه، افراد با درایت فهم عمیق داشته باشه. چرا؟ به خاطری که اگری تو افراد نداشته باشی رو به سقوط میکنی. مردم ها مشورای غلط میده، مثل که عالی هر کس که کلان قومه، به خاطری که کلان قوم است مشاور وزیری رئیس جمهور است. و مرد که مشاور وزیری کسی باشه که در بخش انجینری بالکل مهارت داشته باشه، در بخش اقتصاد مهارت، در بخش علم دین مهارت، در بخش سیاست مهارت، در گوشش مهارت ها داشته باشه. او عالی رئیس جمهور کی را انتخاب میکنه؟ هر کس که قوم داره این ملکش است، امو ملک مشاور وزیرش است. او چه میفهمه؟ چی رقم مشوره برش بده؟ وزیرارم انتخاب از کی کده؟ از قوم کده. چی میگه؟ برستیالا صدر اعظم چیست؟ معاونا از کی انتخاب میشه؟ چقدر درس خوانده او مردکه؟ در کجا خوانده؟ میگه دروغ میگه مردم که ما مکتب نخواندم، صنفی شش خوانده. صنفی شش خونده. صنفی شش پاس صدر اعظم مملکت جور میشه. اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکین. چهارم چیزی که برای استحکام یک حکومت خیلی ضرور است، از همین داستان داوود و سلیمان علیه السلام برای ما واضح میشه، او است که در سرمشق برنامهش حاکمیت عقیده توحید باشه. هر حکومتی که عقیده توحید سرمشق خود قرار داد و پایدار میشه. محمد ابن عبدالوهاب امرای آل سعود اول برنامهشون چی بود؟ پایداری توحید. تا امروز حکومتش برقرار است، پایه‌های مستحکم داره. این جدا مسئله است که کدام راه را حالی پی میبره و جدا موضوع است، اما بنیادی این گپ هر حکومت نمیسته که تا وقتی عقیده توحید سرمشق برنامهش نباشه کامیاب نمیشه. این از جمله ابزار و وسایل یک حکومت است که باید باشه. یکی در اینجا ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، الله داوود و سلیمان علیه السلام علم داده، حکومت هم داده. الله اشاره به این میکنه که هدف روان کردن انبیاء علیهم السلام تنها مردم تعلیم دادن نماز نیست، بلکه هدف پیغمبران صلی الله علیه وسلم در آیات مختلف قرآن کریم آمده به خاطر تحقق عدالت. در سوره حدید میاد الله متعال پیغمبران روان میکنه تا عدالت قائم شود. روان کردن انبیاء علیهم السلام به خاطر که مردم از بیگارکشی و ظلم بکشه. موسی علیه السلام به می خاطر آمده بود. فرعون گفت بنی اسرائیل قطمه یک جای کو. دو، روان کردن انبیاء علیهم السلام به خاطر ازی بود که انتقام مظلوم و مستضعفین از ظالمات چی کنه؟ بگیره. رسول الله صلی الله علیه وسلم با اهل مکه در جهاد بود. به خاطر چی؟ مستضعفین در اونجا بود، به خاطر آزادی از او جهاد میکردن. معلوم شد که برنامه دین هیچ وقت از سیاست و نظام قطعا جدا نیست. کسی که قائل به جدایی سیاست و دین باشه کافر است، شک در کفرش نیست. از همون خاطر زمانی که از کلیساها مردم تنگ شد در دنیای غرب، نصرانیت خود تکدار جنت جور کرد، خلاص اون مردم بسیار تنگ شد، به خاطری که دین مزخرف و خود ساخته توسط چند نفر مفکوره های خود سری مردم تحمیل میکرد، حقیقت دین از بین رفته بود. از اون خاطر مردم تنگ آمد. مردم یک دم قیام کرد، گفت دین جدا سیاست جدا، حکومت جدا دین جدا. دین در کلیسا، بیرون کلیسا دین هیچ نوع حیثیت نداره، اثر نداره، رسوخ نداره، هیچ چیز نیست. در بیرون باید حکومت باشه، هر چیز در دست حکومت هست. آلی از زینمو مفکوره و نظریت تعبیر به علمانیت میشه. علمانیت امور میگه که قائل به ایسته که دین و سیاست با هم جداست. تأسف در اینجاست که اکثریت مردم افغانستان قریب که به این نظریه آشنا بسازه و این مفکوره را در بین مردم ترزیق کنه. فعلا امی حرکت شروع است، سخت شروع است، سخت. ملا را در حکومت چی؟ ملا را در حکومت چی کی میگه؟ ملا را در حکومت چی؟ ملا را در حکومت چی؟ حکومت برای تحقق دین حکومت ضروری است. اگر حکومت نباشد دین تحقق پیدا نمیکنه.
از همون خاطر ما نیاز به حکومت داریم، خلافت داریم. بله گروه ها یک تعداد میگه خلافت بیاریم، این شعار بهترین شعار است، خوب شعار است، اصلی مقصد است، اما رای آوردنش کدام گپی که تو میزنی این رای آوردنش نیست. رای آوردنش شمشیر جهاد است. پیغمبر علیه السلام 13 سال زینسازی کرده، دوره تسقیف تیر کرده. تسقیف ذهن کی را بسازه؟ ذهن صحابه را. او به خاطر که کس مسلمان نبود، از اسلام آگاهی نداشت 13 سال، حالی خود کلگی داد از چی میزنه؟ اسلام میزنه. حکمت قایم کو، بعد از او خود به خود همه چیز با آمده رایسته، همه چیز. دیگر نکته در اینجا برای ما واضح شد که دین و سیاست با هم جدا نیست، لیکن پایه های حکومت همیشه به اساس علم می باشه. هر قدر که علم وسعت پیدا کنه، علم زیاد باشه در بین افراد امت، او حکومت بالکل پایدار است، هیچگاه مخالفت و سرکشی نمیکنه، چون هر کس میدانه علم داره. از او خاطر الله متعال در اینجا ای اردو داستان اردو پیغمبر برای ما عالی در اینجا جدا بیان میکنه تا که ما بفهمیم. دیگه و ورث سلیمان و داوود، قایم مقام گردید یا به میراث برد سلیمان علیه السلام از داوود علیه السلام. چرا؟ عالی مال دارایی نیست، چرا که پیغمبران علیهم السلام مال داری خدا به کسی دیگری باقی نمیمانه. ما ترکنه چیز صدقتون، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما گروه انبیاء علیهم السلام به میراث برده نمیشیم، ما ترکنه صدقتون، چیزی را که گذاشتیم کلش صدقه می باشه. مراد از وراثت در اینجا وراثت علم و چیست؟ حکومت است، دعوت است. و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، اظهار معجزه خدا میکنه. هر کسی که در کدام قومیه بعد معجزه خدا آشکارا کنه، چرا که سند و دلیل است. دعوتگرای حق امروز معجزه نداره، دعوتگرای حق امروز معجزه نداره. زمانی که در یک قومیه باید اظهار چی خدا بکنه؟ دلیل خدا بکنه. قبل از ارائه دلیل درس نگفته، موضوع را به مردم افشا نکو، مردم یک دم در مقابلت میخیزه. اول ای را بگو که ما اینی دلیل دارم که اینی عمل انجام میدم یا نمیدم. سلیمان علیه السلام اول معجزه خدا به مردم بیان میکنه. چی میگه؟ یا ایها الناس، مردم، علمنا منطق الطیر، دانانده شده بر ما تعلیم داده شده منطق الطیر، گفتاری پرنده ها را. ما پرنده ها را گفتارش یاد داریم. یک و اوتینا من کل شی، بر ما داده شده تمام لوازمات حکمت داری و آن چیزی که ما نیازمند بری از اوستیم. از او خاطر هیچ چیز ما کمبود نداریم. تا بیبی که تا حشره و تا پرنده را هم در دربار سلیمان علیه السلام کارگر است، کار میکنه، مشوره از پیش میگیره. این هذا لهو الفضل المبین، یقینا آلی سینه خدا نمیزنه که من مهارت دارم، من قوت دارم. میگه این یک احسان بزرگی چیست؟ آشکارا از جانب الله متعال است. اینی شکرگزاری بگه، سینه رو نمیزنه که ما اینطور هستیم. یا میگه که منطق الطیر برای ما دانانده شده. از این معلوم میشه که هر چیز برای خود چی داره؟ نطق داره. نطق او را میگه که آن چیزی که در ضمیر است برای مخاطب خود میفهمانی. انسان ها توسط تکلم میفهمانه، لیکن طفل مادری خود توسط گریان میفهمانه. هر کس فهماندن مناسب و مناسب حالش است. از همون خاطر پرنده ها در بین خود چرچرک میکنه، چوچککا مادرش کلش میفهمه که چه قسم است، یا یکی از دیگه حالات بالکل میدانه. اما الله متعال به طریق معجزه سلیمان علیه السلام فهمانده بود. صدای گنجشکار میدانست که یا چی مطالبه چی گپاره داره، صدای مرچه را میشنوه هم میفهمه که چی بیان داره برای لشکری خود مرچه را. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس، جمع کرده شده بود برای سلیمان علیه السلام. بله، حالی اگر کسی بگوید که پرنده ها چطور گپ زده میتونه، بله، الله متعال به حشرات پرنده ها در بعضشان اطور قوت های و استعدادهای داده که انسان در استعداد و قوتی از او عاجز است. عاجز است یا نیست؟ زنبوری اصلا ببینی کارگریشه، نظام حکومتیشه، پیرداریشه، تقسیم کارشان، کی پیردار باشه، کی پشتی شیره بره، کی در اصل سازی بکنه، کلش تقسیمات است. اگر کسی میخواه که چی بکنه،
نظام حکومت زنبوره اصلا بفهمه دیگه مستقل کتاب در مورد از این نوشته شده، مستقل کتاب. وقتی که مطالعه بکنی تو میگی که بالکل یک پاچایی منظم است، خلاص مکمل. پلیس، اداره، رئیس، مدیر، مامور، پاچا، تخت، همه گپایش مکمل. ذخیره های گدام های چیست ساختگیشان کلش موجود است. یک نظام عجیب الله متعال است. الله متعال یک حشره را که زنبوری اصل است چه قسم این نظام حکمت داری را برش نشان داده. دیگه شه بگو مرچه را حالی میای اینه، یک مرچه را بیبی نظام حکمت داری از یارا بیبی. این حسه کی برش داده که زمستان آمدنی است باز شما بیرون بر آمده نمیتونه، برف میباره، کی خبر کدشه؟ حس تعاون همدردی علی برتان میگم باز که الله متعال چقدر بس اوقات در پرنده ها و حشرات و تو اموری را مشاهده میکنی که انسان بالکل تعجب میمانه که یا الله این نظم این علم کی برش نصیب کرده. از امو خاطر از سخن گفتن پرنده ها و حشرات هیچگاه عقل انسان انکار کرده نمیتونه، چرا که الله برای ازوا بعضی قوت و استعدادای داره که فوق انسانیت است، فوق انسانیت است. شوپرک بیبی در سر درخت نمیشینه میره در گل. شوپرک رادارای رادار داره، رادار که توسط از کجا را میبینه خطش خبر دار. و در ضرورت قرآن کریم که ما به وحی ضرورت داریم اونجا ما براتان بیان کرده بودم که در بعض حواس حیوانات از ما کده چی است؟ قوی تر، هم در حس شامه، هم در حس باصره، هم در حس ذائقه، هم در حس لامسه، هم در حس چیست؟ سامعه. بالکل از انسان کده تفوق داره. خلاص کنه را براتان گفته بود، کنه یک قسم چی؟ حشرگکی که در جان حیوانات میچسبه و میخورشه، خبر داری؟ 46 میل دور آواز قافله را میشنوه، بوی قافله را میدانه کی روان است. 46 میل، خبر داری؟ و حشر علی سلیمان و جنود من الجن، جمع کرده شد برای سلیمان علیه السلام لشکرش من الجن و الانس. معلوم میشه که الله متعال مسخر کرده بود. سلیمان علیه السلام هنگامی حرکت میکرد لشکر مکمل آماده میشد. چرا؟ هر لشکر وظیفه مشخص داشت، کاری مشخص داشت، در هر جای که میرسید همو کارا تقسیمات شده بود، هر کس کاری خود چی میکرد منظم سربراه میکرد. زمانی که قافله کاروان یک طرف حرکت میکنه باید ترتیب و تنظیم اینمی تمام زندگی که در مسافرت میه مکمل امیجا تقسیم اوقات داده شود. امیر تو باشی، طعام تو خریداری میکنی، کرایه را تو میدی، آب تو تهیه میکنی، کالا را تو میشویی، کل نظم است، مکمل تقسیمات است. اینطور نیست که اونجا جنجال شود کی کار کی کنه، این کار کی کنه. در لیله که زندگی میکنی، ای در مسافری که زندگی میکنی بعد کلی کارهای اتاق چیش تقسیم اوقات باشه. خلاص یکی. فهم یوزعون، جمع شده بود برای سلیمان علیه السلام لشکرش من الجن از جنیات و الانس از انسانا و الطیر از پرنده. فهم اینمی لشکر یوزعون، دسته ساخته می شد به خاطری که گروه شوه، کندک شوه، هر کس وظیفه خوده، طریق رفتار خوده، نظم خوده مکمل بدانه. یک معنی یوزعون. دو معنی فهم یوزعون، یا من می شدن اولش تا آخر برسه، جمع شوه، منسجم شوه، پراگنده روان نباشه. چرا؟ به خاطری که سلیمان علیه السلام برای دعوت توحید میرفت. زمانی که لشکر منظم می بود در هر منطقه که می رسید رعب بود، مردم مرعوب می شد، خود به خود تسلیم بود. دیگه نظم باید مراعات بکنی، ای بری خود رول داره، پراگنده نباشه. روزی ختم ترجمه قرآن کریم باید اینجا نظم باشه، افراد موظف باشه، یکی بوتا را نگاه کنه، خلطه بگیره، فرس مردم بوتیشه در خلطه بندازه، برش بگه حقیقت خود بگی، پس آن باز چیستا گدوڈی نشه، بوتا گم شوه، با جای ثواب عذابی مردم زیاد شوه. نه، نظم باشه. دیگه نفر برای موترا موظف باشه که موترا در اونجا استاد شوه، دیگه نفر برادرم تو طرف رفته نمیتونی، اونجا سیاسراسته، سیاسرا هم همونطور دخترها اونجا برای خود نظم میگیره. دیگه نفر فقط نشسته باشه قرآن کریم کار میشه، بگی برادرم خو میره آلی فعلا اون عمر چی کد توتای یخ آورده برای مردم داده را ایستاد در دستی خود بگیره که خویش بپاره. نظم است، خاطری که هر چیز منظم باشه
قرآن همی درس ها را بر ما میده. هیچ چیز به نظم نمیشه. نفری خدمتی مشخص باشه، کارت در گردنش هست، فهمیده میشه مسئول اینی کار فلانی است، اینی کار فلانی است. مالی معلوم است، دریور حالی پشتی کی بدوه، نفری مالی معلوم است که اونجا است، در جای مشخص علایده باشه، دریورها در گردش جمع باشه، او تو پشتی از او بده، او پشتی از او بده. نه، جای تا مشخص کو، دریورها را طلب که امونجا قطعش حسابی و گپا بکن. معلومات نمیتور کلی گپا جور میشه. در هر معامله این نظم ضروری است، در هر معامله. چرا؟ نظام زندگی ما اجتماعی است، اجتماع ضرورت به نظم داره. این نظم در دست خودی ما و شماست، چه رقم برابر میکنیم؟ اگر نظم در دست خودی ما نباشه، خودی ما برابر نکنیم، نمیشه. خواهری که طفل قط خود میاره اداره کنه، نگذاره که ورقی قرآن کریم دختر دیگر را بکنه. خودی تام درس نمیخونی، دیگر هم از درس میکشی، تو نکن دیگه. تو کلی نظم و نظام بعد چیسته بالکل مراعات بکنی. پای پشت هر جایی که کشیدی، باز پسان گم کرده، جایش گم کرده، دوڑای خور تو خامدی. جبهت نظم و نظام بشناسی. در خانهت یک قاشق به جای نمیمانی. اینجا چرا؟ در هر جای هر چیز برای خود نظم و نظام داره. اگر نظم و نظام رعایت شود، دردی سر پیدا نمیشه. از اون خاطر لشکری سلیمان علیه السلام تقسیم بندی شده، کندک چیسته، تقسیمات کندکی شده او خب به نظم روان است. حتی اذا تولا واد النمل، تایی که آمد رسیدن بالای دشتی که در اونجا مرچه ها بودن. قالت نملتون، گفت یکی از مرچه ها، یا ایها النمل، ای مرچه ها، ادخلوا داخل شوید مساکنکم، در جایتان، لا یحتمنکم، پایمال نکنه شما را سلیمان علیه السلام و جنوده لشکرش، و هم لا یشعرون، در حالی که آگاهی نداشته باشه. یعنی اگر شعور داشته باشه، خبر باشه، گاهی هم شما را پایمال نمیکنه، لیکن در حالت ناگاهی بالکل پایمال میشه. از خاطر خودداری کنی، بالکل. اگر مرچه را موتو به قصد زیر پای کنیم، بالکل گناهگار هستی. اما زمانی که تو ندیده باشی و مرچه زیر پای شده باشه، گناهگار نیستی. مسئولیت از خودی مرچه است. مرچه احساس میکنه که اینجا انسان میآید، باید خود یک طرف کنه. سلیمان علیه السلام لشکرش میبینه مرچه ها، بیا حقیرترین و کوچکترین حیوان بگوی مرچه است، لیکن بیا که نظم زندگی و حکومتداریش چی رقم است، نظام اجتماعی و سیاسیشان، اقتصادیشان چی رقم است؟ داری همون رقم نظام سیاسی و اقتصادی بود؟ یک لانه داره، خانه داره آنقدر عمیق در زمین که هیچگاه سردی سر از او اثر نکنه. یک وقتی برآمدن خدا میفهمه، زمانی که گندما در درو شروع میکنه، در پیش از او که گندم در خوش است، یک دانه چیره نمیبینی. زمانی که گندم درو کده رایسته، دیقان چون که در دروی تور میزنه، یک گندم میفته، از او خاطر میبینی که گندم چیش کده مرچه؟ قطار بسته کده. چرا قطار بسته میکنه؟ به خاطر که راه گم نشوه. دوم باز اونجا میبینی که یک پندکی کلانه یک مرچه کرده، وقتی که دیگر ها میرسه دستی از چهار طرف میشه، حرکت داده، لول داده. ده چی؟ حس همکاری و همدردی چقدر ده واقعی است. الله متعال چقدر بصیرت برش داده. جذبی خیلی تعاون و همکاری ده بینشان است. نظام اداریشان عیناً مشابهت با نظامی کی داره؟ انسان ها داره. الله متعال این خالق الازالی که مرچه ها را این نظم برش داده. خبر کده شکی زمستان آمده نیست، برفا میبارن، شما برآمده نمیتونی، دانه پیدا نمیشه. و چقدر الله برش این هوشیاری و هوش داده که چقدر ذخیره کنه که تا دیگه بهار برسه، هیچ کمی نمیکنه. ما انسان ها گاهی چی خود بگوید اندازه گیری خود خطا میشیم، گاهی زیاد میگیریم، گاهی چی کم. حالی خود بازارها خیلی زیاد طعام شده. در زمان سابق در دیهاتا چی میکردن؟ جمله برش میگفت، جمله را میفهمی؟ تیر نکردی دیگه شما وقتای سابقه. حالی هر چیز در سری دستتان است. مردم ها تکلیف کشیده، مشقت کشیده. این پدرای ما که تلخان سری تلخان گزاره میکرد، انگلیس ها را شکست میداد و سختی را کشیده. ما خب بچهای چیستیم؟ بچهای تنعم، عیش پرستی و راحت طلب، تن پرور هستیم. تن پرور هستیم یا نه؟ بسیار تن پرور هستیم. مادر ما را اینقدر نوازش داده که هیچ پرسان نکده، کمپلای خیلی گرم و نرم نگاه کرده ما را. حالی که کسی ما را میگه که دکو برو، بیمی ما بیا که دکو کی بالا شوه اونجا.
در سر سنگ خواب کردن سر ما چیست؟ سخت تمام میشه. خب من مادرها را میگم که اولاد سخت تربیه کنی، یقینا بسیار مهم است. راحت طلب تربیه نکنی. راحت طلب چطور؟ در نماز نمیخیزانی. چرا؟ بیخو میشه.